سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم، همراهای گرامی. امیدوارم که هر جا که هستین تنتون سالم باشه، لبتون خندان، دلتون خوش. دوستان، من امروز میخوام طرز تهیه یه نونی هست به نام نان فطیر که خیلی نان خوشمزه. من یکی از دوستانم چند سال پیشا اینو به من یاد داد، آموزش داد، همدانی بود ایشون. بعد من کلا اگه هر دستوری آشپزی، کیکی، شیرینی چیزی باشه من یادداشت میکنم و اینا رو نگه میدارم و اینم باز من نگه داشتم. دوستان، من این نون فطیر رو برای خانواده درست کردم، خیلی خوششون اومد و دوست دارن. یه نون خیلی سالمه، یه نون محلیه، مال تبریز و همدان و بعضی شهرهای ایران، قسمت‌های مرکزی. اینو من گوگل کردم درست میکنن، ولی اصل محلیش اینه که بهش مایه خمیر نمیزنن که ما مثلا مایه خمیر میزنیم. ولی خب این دوست من مایه خمیرم میزد، ولی انشالله حالا توی جلسه دیگه طرز تهیه همین نون فطیر رو بدون مایه خمیر که خیلی هم سالم تره. میدونین که مایه خمیر خب برای معده خیلی خوب نیست، نباید ما زیاد استفاده کنیم. بعد با تخم مرغ هم همون کار ایست و مایه خمیر رو آدم میشه انجام بده، یعنی بگیره از تخم مرغ، چون تخم مرغ هم حالت پف کردن میده به نون حالا یا کیک. حالا این دستور عملی که من از دوستم دارم و انشالله هر جا که هست تنش سالم باشه ببخشید من اینو براتون میگم که مواد لازمش چی هستش و این نون خیلی خوشمزه. خب دوستان، همونجور که میبینین مواد لازمی که برای این نان فطیر احتیاج 3 پیمانه آرد هست. من از این پیمانه شیرینی پزی بزرگش استفاده کردم، یعنی این. حالا شما میتونید از این لیوانای چایخوری، نه خیلی بزرگ، همین لیوانای فرانسوی معمولی، 3 پیمانه آرد استفاده کنین که باز بستگی به بزرگی و کوچیکی تخم مرغتون داره. تخم مرغای من این سایز هستن، کمی بزرگ هستن و فکر کنم آرد بیشتری مصرف بشه. 2 تا تخم مرغ ما میشکنیم، ولی یه دونه شما برای توی خمیر میخوایم، یه دونه دیگهش مال روماله، مال روی خمیرمونه، نونمونه که بعد این مواد روش رو بهش بچسبونه، چون میدونین که تخم مرغ حالت چسبندگی میده به خمیر. و بعد یک دوم پیمانه شکر هست که بازم اونم دست خودتونه، میخوان کمترش کنین ولی بیشتر نکنین، چون که واقعا شکر سفید زیاد آنچنان سودی برای ما نداره. من شاید از این نصف پیمانه هم یه ذره کمتر بریزم. بعد اسپایس اصلیش زردچوبه هست که من با این قاشقای خوشگل کوچولو 2 تا از این قاشقا میریزم توی خمیر. و یه چیز دیگه هم که هست زردچوبه و اون یکی جینجر یا زنجبیل که بازم با این قاشقای کوچولو، چون میدونی که طبع خیلی گرم داره این زنجبیل، خیلی تند و تیزه، ما نمیخوایم که مثلا این زنجبیل عطر طعمش غالب بشه. بعد کره آب شده، ببین کره ها رو من به شکل کیوب در آوردم، ذوبش نمی کنم تو میکروویو یا روی گاز که بتونم با دستم خمیرم و مالش بدم. خیلی نرم و لطیف هم هستن. اگه ببینید دستم هم شستم، دستم تمیزه، ولی کلا با دستکش نمیشه این خمیر رو درست کرد، باید با دست بتونین قشنگ لمسش کنین. و این یه قاشق مایه خمیر من از قبل توی یک لیوان آب ولر، یه قاشق غذاخوری معمولی، همین قاشقایی که مثلا غذامون رو میخوریم، اینا خیلی هم سرپر نباشه، از همینا ما توی آب ولرمون میریزیم. و یه قاشق چایخوری شکر، باید حتما با قاشق پلاستیکی ما اینو هم بزنیم، اون انفعالات درست انجام بشه. به هیچ وجه قاشق فلزی ما به کار نبریم و همش میزنیم تا اون حالت که ما ازش میخوایم. بعد از 15 دقیقه 10 تا 15 دقیقه بستگی به مایه خمیر شما داره، اینو آماده میکنیم که بریزیم توی خمیرمون. و اینجا من گردو دارم، گردوهارم که همونطور که میبینید به این سایزهای خیلی نه درشت و نه ریز، حالا بستگی به خودتون داره، رنده ولی نکنید، باید یکم زیر دندون بیاد. بعد من اینجا چیز دارم، بلک سید دارم یا همون سیادانه خودمون، یه مقدار کمی باز از اینا روش میریزم
وقتی که رومالش کردم با تخم مرغ و شیر اینا رو میریزم. و فلکسیدم که من خودم اضافه کردم. فلکسید همون تخم کتانه که خیلی هم چیز داره، خواص داره. تخم کتان که فکر کنم ایران یا هر جای دنیا هم فکر کنم گیر بیاد. و اینم که گردو، اونم که بلکسید، سیادانه، که یه آنتیبیوتیک خیلی خوبه. و جینجر و کرکوما یا همون تماریک اینجا میگن، زردچوبه به اندازه 2 تا قاشق که ما تو خمیرمون میریزیم که خمیرمون به رنگ زرد در میاد. پس بریم با هم ببینیم چجوری اینا با هم مخلوط کنیم برای تهیه نونمون. خب دوستان، من الان میخوام دستکشامو بپوشم و چون این خمیر احتیاج به ورز دادن داره. این خمیر یه نون محلیه، همونطور که گفتم اصلش مایه خمیر نداره و اصلش این تو محلاتی مثل تبریز و حالا همدان و اینجوری که من خوندم گوگل کردم، اینا بدون مثلا مایه خمیر، اصل محلیش بدون مایه خمیر درست میشه. ولی اون چی که دوست من یادم داد چیز مایه خمیرم داره ایست. حالا البته من وقتی گوگل کردم خیلی دستورهای مختلفی بود، ولی این دستوری هست که دوست من یادم داده. خب ما این آردمون رو من علک کردم از قبل، اینو میریزم توی کاسه بزرگ. آردمون رو که ریختیم بعد چیکار میکنیم؟ این مایه خمیرمون رو که دیگه ورم اومده، ببینیم چجوری آماده شده. من اینو اضافه میکنم به آردم و بعد از این ما میایم شکر رو اضافه میکنیم و اسپایس. شکر رو اضافه میکنیم، یک کمی از شکر رو ما میذاریم برای رومالمون. همطور که میبینید من الان اینا رو دارم با هم مخلوط میکنم و کره رو و یک دونه از تخم مرغ رو ما اینجا اضافه میکنیم. کره و یک عدد از تخم مرغ کامل و یه مقدار از سفیدش و بقیه رو میذاریم برای رومال فور تاپینگ. اوکی. بعد زردچوبه رو هم باید بزنیم که این مایه خمیر ما رنگ بگیره، چون همونجور که گفتم این نون ما یه نون زرد خواهد شد، یه نونی میشه که زرد رنگه. حالا بستگی به خودتون داره که چقدر میخواین این زردچوبش زیاد باشه. ببینیم این الان این مواد زردچوبه رو الان میاد از دارچینم هم زنجبیلم هم اضافه میکنم. زنجبیل خیلی تند و تیزه، من خودم زیاد دوستش ندارم ولی خیلی خاصیت داره. اینا که مخلوط کردم بعد کرم رو اضافه میکنم. کره رو اضافه میکنم به حالت کیوبه، میبینید که نرم شده، اصلا ذوب نکردم اینو. این کره رو اضافه میکنم و بعد باید شروع کنم به ورز دادن. همه این کره رو من اضافه میکنم و در اینجا باید من اینو ورزش بدم. دوستان این نون خیلی نون خوشمزه است، برای صبحانه خیلی مقویه برای بچه های عزیزتون. حالا این اول یکم با این لیستک من نرمش میکنم و بعد با دست شروع میکنم. این خمیر خیلی خمیر لطیفیه، شروع میکنم به ورز دادن. یه چیزی افتاد دوستان. این خمیر رو میبینین، من توی دستوری که دوستم به من گفته بود گفتش که این خمیر از 1.5 تا 2 پیمانه آرد احتیاج داره و چون تخم مرغ من سایزش خیلی بزرگ بود، لارج سایز بود، من به آرد بیشتری احتیاج دارم. پس بنابراین یه مقدار آرد میذارم کنار دستم و اینو کم کم به خمیرم اضافه میکنم که یه خمیر لطیف و خیلی سفت هم نشه.
لطیفیش هم به خاطر همین کره‌ای هست که ما توش داریم. من اینو همش میزنم با نوک انگشتام اول تا این کره خوب جذب مواد دیگه بشه و هنوز هم می‌بینیم که آرد لازم داره. باید ما این انقدر وزن بدیم که دیگه این کاسه رو بشوره و خودش رو از ظرف جدا کنه. خب دوستان، من خمیرم رو به اندازه کافی ورز دادم، حدود 5 دقیقه ورز دادم. بعد روش رو الان پلاستیک کشیدم توی یه جای گرم. اگه بشه روشم یه پارچه چیزی میکشم که این حسابی ور بیاد. این یه دونه از این حوله ها رو مثلا اینجوری میذارم دور و برش، میذارمش تا حسابی این ور بیاد برای 2 ساعت. دوستان خمیر نون فطیرمون ببینین آماده شده و خیلی همون لطافتش رو حفظ کرده. من یه کوچولو دوباره داشتم ورزش میدادم که الان سینی برم اینجوری آلومینیوم کشیدم، از روغن اسپری پم گذاشتم روی آلومینیوم و این خمیر رو باید پهن کنم و بعد برمیگردم با شما. دوستان ببینید من الان این خمیر فطیر آماده شده. ببینید چقدر لطیفه، ببینید چقدر قشنگ کش میاره. خمیر باید لطیف باشه، نباید خشک باشه، نباید آرد اضافه بهش بدن. یه ذره میتونید برای تو سینیتون تو بشقابتون، ولی خب نه خیلی که خشکش کنه. من اینو 2 نصفش میکنم که 2 تا نون ازش در بیارم. تو دستورش اینجوریه که باید اینو توی سینی بذاریم پهنش کنیم. اینو باید توی سینی بذاریم و میشه. حالا اگه صورت من رو نمی‌بینی اشکالی نداره. دستتون رو توی آب می‌زنیم، یه کاسه آب گرم کنار دستتون بذاریم و مرتب اینو با دستتون شکل و فرم بدید. احتیاج به بردنه نداره. وقتی که این کاغذ آلومینیوم صدا داره و حرکت میکنه، من باید سعی کنم کمتر صدا بده. اینو میکشیم و توی دستورش گفته که باید با انگشت که تو آب میزنیم، دوست من به من گفت روش یه شیارایی بدیم که مطمئنا اینا توی پختش هم تاثیر داره. زیادم نازکش نکنیم، اینم خمیر بعدی. زیادم این خمیر رو یعنی نونتون رو نازک نکنیم، زیاد جالب نمیشه. و خمیر دوم رو پهن میکنیم به همون شکل. بعد میریم که موادی که داشتیم گردو، سیاه‌دانه، فلکسید رو روش بزنیم. اول ما رومال میکنیم با ضربه تخم مرغ و زعفرون و کمی شیر و بعد کار میکنیم و بعد اون مواد ناتسمون رو بهش اضافه میکنیم. من میام با شما دوستان. الان ببینید من دارم رومالش رو میزنم که تخم مرغ کامل البته من زدم، چون سفیده حالت چسب داره و خیلی خوبه. اون مواد ناتسمون رو به خودش میگیره و میچسبونه روی نونتون. مواد رومال رو زدم، زعفرون، کمی گلاب، زرده یعنی تخم مرغ کامل با کمی شیر، اینو روش میمالم و الان میرم که ناتسمون رو بهش اضافه کنم. فر گرم کنم تو درجه 350 و به مدت 20 دقیقه کافیه، بستگی به فرتون داره. این دیگه نونای ماست، میخوام بذارم تو فر. موادش هم زدم، سیاه‌دونه، black seeds, flax seeds and walnuts زدم. رومالش هم کردم با تخم مرغ و گلاب و زعفرون و کمی شیر. الان میخوام برم، فرم هم گرمه، میخوام بذارمشون تو فر. چراغش هم روشن میکنم، حواسم باشه که نسوزه.
15 دقیقه تا 20 دقیقه بستگی به فرتون داره. دمای 350 درجه سانتیگراد. امیدوارم که خوشتون بیاد از این نون. درست کنین همونجور که ظاهرش میبینید. امیدوارم که درست کنید، در کنار خانواده نوش جان کنید. خیلی نون سالمیه برای صبحانه، برای مثلا روزهای تعطیلی در کنار خانواده با کره و مربا و پنیر که میتونید شکرش رو کمتر کنین. اگه میخواین با پنیر و نون و این چیزا بخورین، با پنیر و گوجه و این چیزا بخورین، خب شکرش نباید انقدر باشه، شکرش رو کمتر کنین چون پنیرم خودش شوره. اگه خوشتون اومد از این ویدیو من لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم برام بذارین. مرسی. چه پوفی هم کرده اگه ببینید. حالا اشکالی نداره، من کیک که نیست که درش باز نکنم. خب بخار میگیره رو دوربین. اینم از اونا. پوف خوبی هم زده. دیگه نونای ما داره آماده میشه. من یه کم میخوام بیشتر برشته بشه. اینم نون فطیر ما، پایان کار با تمام مغزهایی که من روش ریختم. فلکسید و سیادونه بود و گردو. خیلی هم خوشمزه شده، خیلی هم مثلا شیرین نیست، شیرینیش به اندازه است. میتونین با مربا بخورین برای صبحانه‌تون، اگه خواستین شیرینیش رو کمتر کنین و با غذاهای گوشتی یا هر چیزی که خودتون دوست دارین، پنیر و سبزی میل بکنین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. انجام بدین، درست کنین و کامنت یادتون نره. مرسی از توجهتون به کانال من. من الان یکم از این چیز میکنم، ببینید بخار هنوز از توش در میاد. بافتش هم پخته شده، خیلی هم خوشمزه است.